عشقم کجایی؟ من رسیدم سر قرار. کامی وای. چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ اینا کیه؟ اینا اذیتت کردن؟ نه اینا داداشمه. اوه چیه؟ فکر نمی‌کردی همچین داشتایی داشته باشه؟ گیرت انداختیم بچه خوشگل. من گل فروشم عمو، تو رو خدای گل ازم بخری. گلم ازت می‌خریم عمو جون. مرسی عمو. ببینید اصلا اون چیزی که فکر میکنید نیست. توضیح نده. کل چتاتو خوندیم باش. کل چت صدات میکرد بابایی. بابایی چیه؟ میگفت بابایی. کامی بابایی هستم. خوشبختم قربون شما. من فامیلیم باباییه. چون همکار بودیم فامیلیمو صدا میکرد. چه جالب. تو چت صداش میکردی عشقم، السلام، خوشگلم. من چون آدم خودشیفته‌ای هستم همش از خودم تعریف میکنم. میگم عشقم، یعنی عشق هستم، عسلم، خوشگلم، خودمو میگم. یه جمع بهش گفتی دارو ندارم. من مریض بودم یه مدت، بعد دارو نداشتم. بهش گفتم دارو ندارم. تو چت خیلی جا گفتی جون. جون؟ نه من نمیگفتم جون. من چون سنم از ایشون بالاتره همیشه بهش میگفتم جوون. فاز نصیحتی برمی داشتم. مثلا میگفتم جوون نکن، جوون منو دیوونه کردی. تور دوتایی گرفتی باش بری سفر؟ تو چت بلیطاتو دیدی؟ من اون بلیطا رو از سایت بابا بلیط گرفته بودم. بابا بلیط بهترین و ارزون ترین تورای داخلی و خارجی رو داره تو کل ایران. انقدر قیمتش خوب بود دستپاچه شدم دوتا گرفتم. چند بارم تو چت گفته بود میگیرم. نه منظورم این بود حوصله چت ندارم، با تماس میگیرم. واقعا منظورت این بود؟ با این تفاصیل نمیخوای بگیری درسته؟ ببینید من واقعا نمیدونم چرا میخواید قالب کنین همینجوری یکی رو به من واقعا فاز خاصی ندارم. اگه اجازه بدید برم گلامو بفروشم. چی؟ پس چی بود اسم بچه انتخاب می‌کردی گفتی قسم ازدواج؟ الان داداشام اینجا، اصلا خواستگاری کن دیگه. بابا چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم چی آقا من اصلا قیافم میخوره گردنگیر باشه کسی بگیره؟ من اصلا میخوره واقعا. یعنی خاک تو سرت کنم بزدل. من از همون اول میدونستم قصدت ازدواج نیست. من بهت گفته بودم من ازدواجیم. اینا هم داداشای من نیستن. همینجوری آورده بودمشون که تستت کنم ببینم داستان چیه، ازدواجی نیستی. این گل آشغالم بردو بنداز سر قبر رابطمون. برو گم شو. خدافظ. عجب رکبی خوردم. کی اومد؟